2 هفته حساس پیش روی آلت کوین ها و بیت کوین. از امروز اتفاقات مهم کلانی قرار در بازار بیفته. این هفته داده های تورمی رو داریم و هفته بعدی جلسه تعیین نرخ بهره. سلام بچه‌ها، اشکان هستم و اینجا ارز کوچ. امروز قرار با هم دیگه یه تحلیل و بررسی روی کلیت بازار کریپتو داشته باشیم. من از بیت کوین شروع میکنم، اما قبلش میخوام یک نگاهی به تقویم اقتصادی بندازم و با هم دیگه بررسی داشته باشیم، ببینیم این هفته چه رویدادهای مهمی رو داریم. خیلی مهمه بچه داده‌های اقتصادی و قطعا جهت بازار تا 2 هفته آینده مشخص میشه. یعنی یا ما وارد یک روند صعودی خیلی خوب میشیم، یا اگر این داده ها به ضرر بازار بیاد میتونیم نزول‌های بدی رو تجربه کنیم. اما بیاید با هم دیگه بررسی داشته باشیم ببینیم که این سناریو به چه صورتی میتونه پیش بره و موارد مثبتی که میتونه کمک کنه چیا هستن. خب موضوع اول بچه ما تقریبا چهارشنبه و پنجشنبه این هفته داده های تورمی PPI و CPI رو داریم، تورم مصرف کننده و تورم تولید کننده. خب اول از حالا داده PPI شروع میکنیم که یک روز زودتر منتشر میشه. با توجه به اینکه این داده ماه گذشته خیلی بالا منتشر شد و دلیل ریزشی که اتفاق افتاد هم طی حالا چند روز گذشته و چند هفته گذشته همین داده بود دیگه. یعنی یه عدد خیلی بالا 9% منتشر شد. فعلا پیش بینی ها این هست که این عدد کاهشی بشه. خب با توجه به اینکه این داده خیلی 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 عدد بالایی منتشر شده، این پیش بینی میتونه اتفاق بیفته و چیز خاصی هم نیست. حالا چه اتفاقی بیفته این موضوع میتونه مثبت تر بشه. فعلا پس ما PPI رو احتمالاً توی همین حدود 0.3 خواهیم داشت. اما اگر عدد اعلامی بچه، عددی که در حالا روز چهارشنبه میاد کمتر از 0.3% باشه، این خیلی مثبته. اگر همون حدود 0.3% باشه به چیز سوسو هست. اما اگر بیشتر هم بیاد، یعنی یه چیزی بین حالا عدد قبلی و پیش بینی، این موضوع مثبتی نیست. اینم حواستون باشه. پس 3 تا حالت رو برای PPI در نظر گرفتیم. اینکه داده PPI به چه صورت بیاد میتونه جهت ما رو مشخص کنه. اما مهمتر از PPI بچه CPI است که فرداش، یعنی تقریبا روز پنجشنبه دیگه. بذارید من بیام پنجشنبه 11 سپتامبر. پنجشنبه 11 سپتامبر CPI رو داریم. اونی که از همه مهمتره کور CPI هست بچه‌ها که ماهانش پیش بینی شده که یعنی عدد قبلی 0.3 بوده، پیش بینی ها هم مبنی بر این هست که 0.3 منتشر بشه. اگر کمتر از این عدد بیاد خیلی مثبت هست برای بازار. همین حدود بیاد بد نیست، اما اگر بیشتر بیاد منفیه. CPI ماهانه رو داریم. عدد قبلی 0.2% بوده، پیش بینی شده افزایش پیدا میکنه 0.3%. خب این موضوع مثبتی نیست. اما بدتر از همه اینها CPI سالانه هست که عدد قبلی 2.7% بوده و پیش بینی به این صورتی که افزایش پیدا میکنه تورم سالانه. اینجا گیر کار اینجاست بچه که به عدد 2.9% پیش بینی کردن تورم سالیانه میتونه افزایش پیدا کنه. چه سناریوهایی در پیش است؟ اگر این حالا CPI سالانه بچه همین حدود پیش بینی بیاد، احتمالاً ما چالش هایی رو در پیش داریم. روند صعودی هم شکل بگیره آنچنان قوی نخواهد بود. اما اگر عددی که حالا اعلام میشه، این عدد واقعی که قرار هست روز پنجشنبه بیاد، کمتر از این عدد بیاد، مثلا 2.8 2.7 که بیاد، خیلی عالیه. خب این میتونه کمک کنه که بازار یه رشد خیلی عالی داشته باشه. اما همین حدود پیش بینی هم بخواد بیاد واقعا مثبت نیست. گیر کار کجاست؟ ما الان در کلیت اقتصاد امریکا با توجه به داده‌های هفته گذشته که اومد، یعنی داده NFP که توی کانال تلگرام هم با هم بررسی داشتیم، داده اشتغال 2 ماه پی در پی ضعیف اومده. یعنی چی؟ یعنی تعداد شغل‌های ایجاد شده در اقتصاد امریکا کاهش پیدا کرده. ضعف اشتغال خوب نیست. این موضوع رو در نظر بگیرید. بعد از اینکه این داده اومد، انتظارات کاهش نرخ بهره بیشتر شد. یعنی حتی تا 3 پله هم معامله‌گران دارن پیش بینی میکنن که نرخ بهره کاهش پیدا کنه. مگر قرار این نبود که با کاهش نرخ بهره بازارهای ریسکی من جمله کریپتو افزایشی بشن، رشد کنن؟ بله، اما از بعد کاهش تورم این قرار رو ما داشتیم، این نگاه رو ما داشتیم، نه از بعد ضعف در اشتغال. پس اگر نرخ بهره قرار باشه با ضعف در اشتغال کاهش پیدا کند، به درد نمیخوره. هر رشدی هم داشته باشی رشد ماندگار و پایداری نیست. سریع میتونه پس گرفته بشه
و حتی اعداد و کف‌های پایین‌تر بسازه. پس برای ما اینکه داده‌های تورمی این هفته به چه صورت میاد خیلی مهمه. امیدوارم که داده‌های تورمی در درجه اول افزایشی نباشن، در درجه دوم از پیش‌بینی‌ها کمتر باشن. اگر این اتفاق بیفته با توجه به اینکه توی حالا بعد اشتغال ضعف ایجاد شده در اقتصاد امریکا، ما میتونیم برای هفته‌های آینده، چون هفته بعد هم بچه‌ها ما پنجشنبه هفته آینده هم جلسه تعیین نرخ بهره رو داریم که پاول هم میاد سخنرانی میکنه، این موضوع میتونه، یعنی در کنار هم این 2 هفته میتونه یک روند صعودی عالی بسازه. پس تا حدود تقریبا 15-16 سپتامبر خیلی چیزها بچه‌ها میتونه مشخص بشه، اما تا قبل از این تاریخ احتمالاً نوسانات کمجونی باشه، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. ما میتونیم کندل هایی رو ببینیم، حالا میریم روی چارت با هم دیگه باز هم صحبت میکنیم. ولی اینکه یک روندی رو مثلا بتونیم تشخیص بدیم آیا بیت کوین دوباره سقف جدید میزنه یا نه، یا میاد مثلا میرسه به اعداد زیر $100,000 و همینطور آلت کوین ها دوباره برمیگردن توی چرخه رشد کردن، همه این موضوعاتی که با هم بررسی کردیم تأثیر مستقیم داره. یه جنبندی داشته باشیم، داده NFP هفته گذشته داده خوبی نبود، نشون از ضعف در اشتغال، حالا ضعف اشتغال در بازار امریکا رو داشتیم. داده های تورمی این هفته میتونه تعیین کننده باشه. اگر داده های تورمی افزایشی باشه این یعنی زنگ خطر، یعنی تورم داره برمیگرده. از طرف دیگه اشتغال ضعیف شده، رکود هم کم کم خودش رو نشون میده. اینا اتفاقای خوبی نیست، اینها اتفاقات مثبتی نیست، حتی روی بحث بازار سهام امریکا هم تاثیر منفی میذاره. اما اگر داده‌های تورمی پیش روی ما در حد پیش بینی و حتی کمتر از پیش بینی ها بیاد، این خیلی عالی میشه. یعنی میتونه کمک کنه که اوکی، حالا که بازار کار ضعیف شده ولی تورم هم اون چنان که انتظارش رو داشتیم افزایش پیدا نکرده و در جهت کاهش هستیم. یعنی به سمت اون هدفی که فدرال رزرو تعیین کرده داریم حرکت میکنیم. این میتونه کمک کننده باشه. این سناریو پیش رو هست، چون 2 هفته آینده خیلی مهم هست. من گفتم اول ویدیو این داده ها رو با هم دیگه بررسی کنیم، بعد بریم سراغ چارت. تایم فریم روزانه بچه یه سطحی بیت کوین داره که من قبلا هم راجبش صحبت کردم، یعنی توی اوج ریزش اینجاها بود که روی بحث حالا محدوده $108,000 با هم دیگه صحبت کردیم. تا مادامی که ما بتونیم بالای این سطح آبی معامله بشیم، یعنی نگه داشته بشه بیت کوین و حمایت بشه، 2 تا نقدینگی مهم هست که این 2 تا عدد میتونه دیده بشه. یکی حدود 116,500 تا $117,000 هست، یکی دیگه هم حدود $122,000. این اعداد میتونه دیده بشه تا وقتی که حالا احتمالاً اگر داده‌های خوبی باشه یه روند سودی به سمت این اعداد رو ما این هفته شروع کنیم و بریم ببینیم. حالا حداقل 117 رو تا آخر هفته شاید بتونیم ببینیم اگر داده‌های تورمی اوکی باشه. هفته آینده هم کاهش نرخ بهره رو داشته باشیم، خب این عدد 122 و حتی شانس سقف جدید وجود داره. ولی برعکس همین قضیه اگر داده بخواد بد بیاد، این سطح آبی اگر از دست بره بچه تا 102 در درجه اول و بعد از اون تا 98 هیچ حمایت مهم و خاصی بیت کوین ندارد. اگر اتفاق بدی بیفته، داده های تورمی افزایشی بیاد، بچه اینا رو من نمیگم که بترسید، دارم بهتون میگم که خودتون حواستون باشه به دیتاها و داده وقتی میاد بتونید تصمیم درست بگیرید. اگر اون دیتا و داده ها بد بیاد، خب این ریزش بیت کوین میتونه باعث اصلاح عمیق‌تری در آلت کوین ها هم بشه مجدد و به نوعی یک رنج حالا منفی آلت کوین ها در تایم فریم روزانه شکل بدن. این از خود بیت کوین. یک نگاهی به دامیننس بیت کوین داشته باشیم. دامیننس بیت کوین هم بچه‌ها توی تایم فریم هفتگی من اگر بخوام بررسی کنم، تقریبا از این محدوده‌ها بود که در رابطه با ریزشش با هم دیگه صحبت کردیم. اما توی تایم فریم هفتگی رسیدیم به یک محدوده‌ای. حالا درسته دامیننس بیت کوین معامله نمیشه، عرضه تقاضا نداره، ولی خب از نظر بعد روانی اینجا محدوده‌ای هست که میتواند حالا دامیننس یک کم دیگه به سختی بتونه بیاد تا حدود 56-57% یا از همینجا حتی. پس سناریو و دیدگاهی که روی دامیننس بیت کوین داریم به این صورت هست فعلا، مگر اینکه داده‌های تورمی بچه‌ها خیلی خوب بیاد، یعنی خیلی کاهشی عالی، بعد دامیننس بیت کوین دوباره شارپی بیاد این محدوده رو رد کنه، بیاد به سمت زیر این شادو. فعلا همه چیز در گروه انتشار داده است. پس فعلا میشه دامیننس بیت کوین رو در حالت عادی برای هفته‌های آتی هم یک پولبکی رو انتظار داشت به سمت تقریبا 60%. یا به این شکل میاد بچه‌ها، یا اینکه میتونه بیاد اینجا یه کمی بازی کنه، اینجاها بازی کنه، اینجاها بازی کنه، یه کمی همینجاها رنج بشه، بعد بیاد به سمت این شادو. پس
دو تا حالت رو برای دامیننس بیت کوین در نظر بگیرید توی حرکاتش. ولی فعلا انتظار پامپ آنچنانی از دامیننس بیت کوین وجود ندارد. تا مادامی که زیر 60% هست، اوضاع دامیننس بیت کوین خوبه. این نکته مثبتیه. یکی دیگه از حال شاخصایی که باید بررسی کنیم نسبت اتریوم به بیت کوین هست. این شاخص هم بچه‌ها قبلا با هم بررسی داشتیم، انتظار رشدش رو داشتیم. خب همونطور که دیدید وقتی که اتریوم به نسبت حالا بیت کوین قوی تر شد، اومد حتی سقف جدید هم هرچند باشد و ثبت کرد. این شاخص هم اگر یک نگاهی در تایم فریم ماهانه روش بندازیم، فعلا اومده و این محدوده خودش رو درست هاند کرده، ولی درگیر هست باش دیگه. بذارید من همینا رو پاک کنم که کامل مشخص باشه. یک محدوده عرضه‌ای ما داریم توی این محدوده ها تقریبا. آره این باکس ماهانه است، خیلی بزرگه دیگه. اینو هاند کرده و انتظار این وجود دارد که حالا اگر شرطی کلان اوکی باشه، این نسبت بچه‌ها باز هم صعودی باشه با توجه به گام پرقدرتی که داشتیم. حالا نحوه حرکت به چه صورت میتونه باشه؟ احتمالاً مثلا داخل یک کانال بیاد حرکت کنه طی ماه‌ها و هفته‌های آتی تا برسه به این باکس آبی، یعنی به این محدوده بالاتر تقریبا 0.06 میتونه به این اعداد برسه نسبت اتریوم به بیت کوین، که این هم خب نشون دهنده اینه که آقا اتریوم میتواند بازدهی بهتری به نسبت بیت کوین داشته باشه. این هم از شاخص HBTC بچه‌ها که گفتم اینو بررسی داشته باشیم. یه نگاهی هم به توتال بندازیم. خب بچه‌ها چارت توتال هم همون صحبتی است که این تایم هفتگی، تقریبا همون نگاهی که روی بیت کوین داشتیم رو روی توتال هم میتونیم داشته باشیم. یه کمی فقط اون عدد، حالا اون باکسی که روی بیت کوین داشتیم اگه بخواد با توتال مثلا همسان بشه، یکسان بشه، تقریبا میشه کجا؟ یه کمی محدودهای پایین‌تر دیگه اینجا. یعنی احتمالاً این باکس آبی ما اون لوی مهمی که داریم و حفظ کننده روند صعودی هست با بیت $102,000 یا $105,000. این باکس اینجا روی بیت کوین الان ما 108 بود دیگه، باکس بیت کوین ما روی توتال میشه حدوداً احتمالاً بیت $105,000. اینو در نظر داشته باشید و ما باید حواسمون به این قضیه باشد روی شاخص توتال که شاید مثلا اگر بیت کوین بخواد بیاد 105 102 توتال میتونه به اینجاها برسه. یه سری از آلت کوین ها میتونن لوی پایین‌تر بزنن، ولی خب فعلا همه چیز، کل بازار اصلا منتظر داده های تورمی این هفته است تا تصمیم گیری کنه. امیدوارم که بچه این ویدیو برای شما مفید بوده باشه، بتونید ازش استفاده کنید. حواستون به تقریبا 10 روز آینده باشه. از امروز 17 شهریور تا آخرای شهریور اتفاقات بزرگی توی بازار میتونه رقم بخوره. با توجه به دیتاهایی که میاد یک روند مهم، حالا صعودی نزولیش رو فعلا نمیتونیم تشخیص بدیم. سناریوی مهم رو بهتون گفتم که چطوری میتونید تشخیص بدید که روند پیش روی ما صعودی قوی هست یا حتی صعودی ضعیف یا نزولی. با توجه به همون نکات حواستون باشه برای پورتفولیو یا حالا معاملات خودتون برنامه بچینید. دمتون گرم. نکته آخرم تا یادم نرفته بگم بچه‌ها، حتما حواستون به کانال باشه. با توجه به دادا اگر شرایط مهیا باشه هفته آینده یکی دو تا فرصت خیلی خوب هم داخل کانال یوتیوب و هم داخل کانال تلگرام بهتون مجدد معرفی می‌کنم.